خوش اومدین به این ویدیوی جدید. توی کانال یوتیوب این ویدیو رو گذاشتم و توی این ویدیو قرار روش جمع کردن 1 میلیارد سکه همستر رو بهتون یاد بدم. روشش نه کده نه از این چیزای دروغ گفتنیه. همه اون کدایی که میگین توی اینستاگرام اینا میبینین همش الکیه دوستان. گلونا رو نخورین و اونا همش دروغه و آخرش سر شما رو کلاه میذارن. برای همین میریم این روشی که خودم پیدا کردم و الان بهتون توضیح میدم. این روش بهتون تقریبا میتونید 1 میلیارد سکه جمع کنید و روزانه میتونید 30 میلیون سکه همستر جمع کنید باهاش. روش این که چجوری بتونید 1 میلیارد سکه همستر رو جمع کنید. این نه آقا کد دروغیه که مثلا تو اینستاگرام بعضیاتون میبینین که میگین آقا کد 1 میلیاردی وجود نداره. نه کد 1 میلیاردی وجود داره، نه 500 میلیونی، نه 400 میلیون. اونا همش دروغه. اونا بیشتر کسایی که مثلا فالوور زیاد دارن میذارن که مثلا گول بزنن، آخر بهتون یه لینکی میفرستن، داخل لینک برین همه سکاتون ازتون میزنن. آقا اونا باور نکنین، همچین کدی اصلا وجود نداره. اگه وجودم داشت اونا نمیادن به شما بگن که آقا بیا کد 1 میلیاردی بزن مجانی. همچین چیز وجود نداره. ولی من یه روش خودم درست کردم، خودم بلدم که با این روش واقعا شما میتونید 1 میلیارد بگیرین آقا. یعنی 100%. یعنی اصلا نگرفتین. من خودم بهتون میام توی تون کیپرتون $100 خودم بهتون میدم اگه همین کاری که دقیق گفتم الان توضیح میخوام بدم و نتونستین. یعنی قشنگ 1 میلیارد خیلی راحت میشه که آقا اینطوری بهتون توضیح بدم، مثل آب خوردنه. خب این ویدیو درس مثلا خیلی مهمه، بعد همه قشنگ تا آخر نگاه کنین. من تا جایی که میتونم براتون مثلا کمش کنم که مثلا زیاد وقتتون از دست نره. بریم سراغ ویدیو. خب من اینجا همستر رو باز میکنم. خب باز شد. بذار مقدار اینجا بذارم. خب زوم میکنم ببینه. خب شما میبینین همونطور که میبینین من اینجا پرافیت پر اور من 1.27 امه. یعنی من هر 1 ساعت از خود بازی تقریبا 1.3 میلیون از خود بازی چیز میگیرم، سکه میگیرم. بعد این چجوری کار میکنه آقا؟ اینجوری کار میکنه که شما هر 3 ساعت اینجا بذارید قنطیر کنم 1 ساعت، اینجا هر 3 ساعت به شما تقریبا الان هر 3 ساعت شما باید بیاین چیزش کنین، برداشتش کنین. غیر از اون از 3 ساعت بالاتر نمیره. الان واسه من 1.27 تا بریم ضرب در 3 کنیم ببینیم چقدر میشه. خب 1.27 ضرب در 3 چقدر شد؟ 3.81. خب امش هم بنویسم. این یعنی آقا من هر 3 ساعت به من 3,810,000 سکه خود بازی به من میده، بیشون که من هیچ کاری نمیکنم. اینم همش از همین کارت هاست که من میگیرم. کارت امروز هم اومده، هنوز باز نکردم چون الان تازه اومده. خب باز میکنم بعدا. آره همونطور که گفتم از اینجا میگیرم. واسه همین الان توضیح بهتون بیشتر میدم که چجوری با شما میتونین با اینکه از پروفیت تقریبا 1 میلیون کافیه. پروفیت آقا یک پروفیت رو 1 میلیون کردین دیگه لازم نیست بالا کنین. 1 میلیون یعنی عالیه، از اون بیشتر دیگه لازم نیست. الان من بالا کردم چون همتی گفتم خب لازم نشد. حالا بعدم 1 میلیون یعنی کافیه بچه، اصلا بیشتر از 1 میلیون نکنین لطفا. خب پروفیت 1 میلیون خیلی خوبه. الان ما از بازی تقریبا 4 میلیون میگیریم هر 3 ساعت. خب حالا میگیم 3.81 هر 3 ساعت میگیریم. خب توی یه روز چند تا 3 ساعته؟ بعد بریم اونجا بعد یکم ریاضی من خیلی خوب نیست، حالا شما جدی نگیرین. خب ولی الان همینو میریم ما 1.27 ضرب در 24 یعنی 24 یعنی یک روز کامل شد چقدر؟ 30.48. اینجا ام می‌نویسیم که بتونین یعنی میلیونه سکه. یعنی من آقا روزی کمش از فقط همون کارتا 30 میلیون سکه میگیرم. فقط باید برم هر 3 ساعت برداشتش کنم، نه تپ میزنم نه کاری، هیچی. خب 30 میلیون از این. اینجا شما بیاین این 3 تا کارتا که الان قفله، یعنی قفل نیست، یعنی هنوز باز نکردیم، خودم باز نکردم چون تازه اومده، اینا 5 میلیون به شما اینا رو میده. یعنی اینجا میشه 30 میلیون به علاوه 5 میلیون. خب هنوز تمام نشده. بعد شب که شد تقریبا مثلا شب اینجا سبر بزنین، کجا شد؟ سبر بزنین این قرمز میشه. اینجا باز بهتون 1 میلیون سکه دیگه هم بهتون میده. خب که خود کد بازیه.
اینجا میگه 1 میلیونم آقا ما اضافه میکنیم. خب 30 میلیون ندین دیگه واقعا 30 میلیون از این ور، 5 میلیون از این ورم، 1 میلیون از این ور. همش هم پول بچه خیلی مهمه. حالا اینا همه با بالا میشه 36 میلیون سکه. 36 میلیون سکه ساعتی. ساعتی نه، یعنی روزی من از همستر رو میگیرم که خیلی خوبه دیگه. 36 میلیون سکه. آره خب روزی 36 میلیون. حالا بریم بیرون. خب منی که روزی 36 میلیون سکه از خود بازی میگیرم بدونی که بخوام هر یه دقیقه اینطوری بزنم، از صبح تا شب اینطوری بزنم، میام چیکار میکنم؟ 36 میلیون سکه که گرفتم 36 رو ضرب داره 7 میکنم، میشه چقدر؟ 252 میلیون سکه. 252 میلیون سکه آقا که خیلی خوبه. این یعنی چی؟ یعنی توی 7 روز خب من 250 میلیون سکه من میگیرم آقا. 250 میلیون سکه توی 7 روز. خب حالا ببینیم توی یه ماه چقدر میگیرم. 7 و همین 252 را که شد هفته ای حساب داره 4 میکنه، یعنی توی 4 هفته شد 1008 که یعنی در اصل 1 میلیارد و چقدر؟ 1 میلیارد. حالا میزنیم دیگه 1 میلیارد آقا. 1 میلیارد به همین آسگی من توی یک ماه میتونم در بیارم. بدونی چی؟ بدونی که بخوام روی این هی تپ تپ بزنم، بدونی که بخوام برم بگم آقا هی لطفاً به از لینک من وارد بشین و مثلا به هر کی بخوای بنویسی مثلا بیا اینوایت بدم و سکه بگیرم و هی اینطوری کنی کل روز و شب، آقا بجاش همین کارو بکن و سلام. خب به همین سادگی الان من قشنگ توی یه ماه میتونم 1 میلیارد بیارم و این نه دروغه نه کد الکی بود که مثلا توی اینستاگرام بهتون میگه که آخر گول میخورین بعد سکاتون رو میبازین. بعضیاتون اصلا پیام داده آقا من همچین کاری کردم سکام ازم گرفتن، نات کوینامو گرفتن، اینطوری شد اونطوری شد. خب بفرمایید همین راستی آقا تو پیام بده من واسه خودتون روش به این میگن. این یعنی یه روش واقعی. خب اونا همش چرت، لطفا اونا رو باور نکنین. سوال داشتین توی تلگرام، توی کانال تلگرام بیاین بهم نشون بدین یا مثلا بنویسین منظورمه. چون الان با این روش که الان بهتون شده من بهتون قول میدم همین کارو کنین، یعنی 1 میلیارد سکه نداشتین شما، من خودم بهتون $100 توی تون کیپر میدم. خب کانال تلگرام هم لطفا اینطوری شما میتونین سابسکرایب کنین. توی اینستاگرام که الان همین اینستاگرام کنتوی من اینجا بزنین که همین پروفایل بیاین اینجا، بذار کم زوم کنم که قشنگ ببینین. اینجا اینجا که میزنید مثلا زده این آقا لینک ها همش اونجاست، رو این میزنین لینک کانال تلگرام واسهتون بالا میاد. بذار یکم پایین بیارم. خب لینک کانال یوتیوب، حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین. هر چی بیشتر تو کانال یوتیوب باشه یعنی حمایت شما بهتره و به من امید بیشتری میگیرم که از این روش‌های 1 میلیاردی توی همستر، تپ سواب، هر چیز دیگه جدید اومد من بذارم واسهتون بچه‌ها. بعد من فقط مثلا درباره بازی‌های ایردراپ نمیذارم آقا. من مثلا ویدیو درباره تریدینگ چجوری آقا مثلا بخواین موفق بشین مثلا از اون ویدیو همه چی میذارم که فقط از طریق مثلا بازی نباشه که فقط بخواد $100 در بیارین، $200 تا $1000 در بیارین با خودتون فکر کنین پول داشته. نه آقا همستر خیلی بده 100 تا $1000 به همه میده. به همه که نرفته به ولی اونایی که جمع کردن واقعا با این روش که بهشون گفتم به اونا میده. و همین دیگه آقا. دیگه اینجا مثلا لینک های بعضی از بازی هاست که خودم بهتون پیشنهاد میکنم که بازی کنین چون معتبره. من خودم بازی میکنم، یعنی اگه معتبر نشه دیگه چرا خودم بازی کنم الکی. خب یکیش لینک یس کوینه، یکیش مینفای و آخرش لینک پیکسل ورس. پیکسل ورس جدیده، از نظر من خیلی خوبه چون هنوز هیچی نشده با اینکه جدیده. آقا توی بازیشون قشنگ نگاه کنین کجا شد. توی بازیشون یه جایزه گذاشتن $220,000. بعد فکر کن دیگه خیلی زیاده دیگه $220,000 بچه‌ها واسه یک چیزی که جدیده. بعد اصلا پشتش از این بایننس هست دیگه، نمیدونم کوکوین، همه چی پشتش هست بچه‌ها. خیلی به درد بخوره. حتما بازی کنید. از نظر من به احتمال زیاد مثل یه لایت کوین خیلی قوی میشه. و لطفا سابسکرایب کنین، از من حمایت کنین. روش‌های بیشتر میذارم. یه
چیزی هست، یه ویدیو قراره بعد این ویدیو بذارم که همستر و نات کوین رو چیز میکنه، مقایسه میکنه و اونجا بهتون نشون میدم اگه با این روش که الان من بهتون نشون دادم توی نات کوین این روش میزدین، الان شما کم کم تقریبا حدود 1 میلیارد پول داشتین. 1 میلیارد تومن، نه 1 میلیارد سکه، 1 میلیارد تومن پول داشتین. حتما ویدیو لایک کنین، سابسکرایب. خیلی ممنون ازتون. ویدیو بعدی رو حتما نگاه کنین.